یکی از بناهای استخامتی در مرکز شهر بیروت، اولین ضربه اسرائیل به یک محله اهالی‌نشین در مرکز پایتخت لبنان. جبهه خلقی برای آزادی فلسطین که یک سازمان افراطی دانسته می شود گفت در نتیجه ضربه 3 رهبر آن کشته شدند. شاهدان عینی از وحشت حمله می گویند. وضعیت وحشتناک و ترسناک بود. یک جسد آنجا روی زمین می خوابید. زخمی ها و ویرانی بود. مردم از ترس در کوچه ها می دویدند. اینجا گوشه دیگری در کنار شهر بیروت است، جایی که ارتش اسرائیل با چند حمله هوایی حسن نصرالله رهبر سازمان حزب الله لبنان را کشت. سازمانی که امریکا آن را گروه تروریستی می نامد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت هدف حسن نصرالله از بین بردن کشورش بود. نصرالله یک تروریست دیگر بود. تروریست بود. محور محورها بود. محرک محور شرارت ایران بود. او و آدمانش تهیه‌گران طرح نابودی اسرائیل بودند. با افزایش حمله‌های اسرائیل به بیروت تعدادی بی سرپناهان در لبنان زیادتر می شود. حکومت لبنان از بیخانمان شدن 1 میلیون نفر می گوید. عین زمان وزارت دفاع اسرائیل با نشر چند ویدیو گفت که به ده‌ها موضع حزب الله در لبنان ضربه زده است. اسرائیل می گوید پیش از حمله ها غیر نظامیان را آگاه کرد که از آن جایها بروند. رهبر لبنان حمله های اسرائیل را محکوم کرد. متاسفانه قانون جنگل که در جهان حکمران است به اسرائیل امکان داده است که تمام تلاش‌ها را برای آتش بس باز داشته جنگ را به ضد لبنان ادامه دهد، چون که پروای قانون‌های بین المللی ندارد. وزارت تندرستی لبنان گفته است که در حمله های اسرائیل در 2 هفته گذشته بیشتر از 1000 لبنانی کشته و 6000 کسی دیگر زخمی شدند. ارتش اسرائیل میگوید بعد از شدت گرفتن جنگ حزب الله روزانه تا صدها موشک به اسرائیل پرتاب میکند. در این حمله ها چند نفر مجروح شدند، ولی بسیاری از موشک و پهپادهای حزب الله را سیستم دفاعی هوایی اسرائیل نابود کرده است.